با سلام دیگر باره از رادیو آزادی از قرارگاه رادیو آزادی در جمهوری چک شالای گلخوجی هستم. چون معمول در همین وقت در خدمت شما و عذر میپرسم که در ثبت اولی کمی مشکلی فنی داشتیم و امیدوارم که حالا صدای ما را به خوبی میشنوید. ساعت به وقت پراگ 10:03 است و من آماده هستم که برای شما سرخط خبرهای روز رو برسونم. اما قبل از این یادآور میشوم که برنامه خبری ما بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم پیشنهاد شما ایزون میگردد و البته در اونجا شما جزئیات خبر و گزارش‌های روزی تاجیکستان و جهان را میتوانید بشنوید و همزمان تماشا کنید. خب مادر و فرزندان را به خاک سپاریدند. چند لحظه پیش رجب مویسوی و 24 ساله و 3 کودکش احمد و فاطمه و محمد را در نویه کوشانیان سابق باختر دفن کردند. هر 4 نفر پهلوی همدیگر در آرامگاه دهه ملیگیویف به خاک سپاریده شدند. همکاران ما که در مراسم جنازه شرکت داشتند میگویند مراسم با اشتراک خویش و نزدیکان، نمایندگان حکومتی نویه کوشانیان و وزارت کارهای داخلی و خدمات مهاجرت ولایت ختلان برگزار گردید. اگر در برنامه خبری امروز ما را همراهی کنید، جریان پیشواز تابوت‌ها در فرودگاه دوشنبه و دفن مادر و فرزندان در ولایت ختلان را میتوانید ببینید و ما نیز از جانب خود به خانواده فوتیدگان همدردیمان را ابراز میکنیم و امیدواریم که در 3 ساعت دیگر بازم شما ما را دوباره همراهی خواهید کرد. ترکیه باید کفالت بدهد. مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا میگوید خروج سربازان آمریکایی از سوریه به آن وابسته است که اگر ترکیه کفالت بدهد که به کردهای متفق آمریکا حمله نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند پیش اعلام کرد که ارتش کشورش را از سوریه بیرون میکند. نیروهای آمریکایی در سال 2015 برای مقابله با داعش به سوریه فرستاده شدند. آمریکا عین زمان ائتلاف علیه داعش را رهبری میکند. اعلان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باعث استعفای وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس شده بود. هم اعلان خروج نیروها از سوریه و هم استعفای وزیر دفاع جیمز ماتیس واکنش‌های را چی در داخل و چی در خارج از آمریکا در پی داشت و شما تفصیلات خبرهای نو را در این باره میتوانید در برنامه خبری بعد از چند لحظه دیگر تماشا کنید. بعد تقریبا 1 ماه جسد را پیدا کردند. سعدی کماندیر که 25 روز پیش غیب زده بود جسدش از دریای وخش یافت شده است. اما پیوندان به مرگ طبیعی و باور ندارند و نتیجه های تشخیص خون که از بالای سنگ‌ها پیدا شده بود تا هنوز اعلان نشده است. سعدی خولمرادفی 56 ساله قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت و سالهای آخر بازنشسته بود. او را در سنگتوده امروز به خواب می‌سپارند. 1 میلیون سومانی برای راه اندازی بهترین ایده‌های صاحبکاری میان جوانان. کلوب صاحبکاران جوان یک طرح آزمونی را با نام استارتاپ استان به راه مانده است. تا جنبستی آزمون همگی چند روز دیگر باقی مانده است. همراه با شما در برنامه خبری خواهیم دید تا کجا صاحبکاران جوان به چنین آزمون‌ها احتیاج دارند و چگونه طرح‌ها برای دستگیری پیشنهاد شدند. باید بگم که هوسمندگردانی جوانان به صاحبکاری در حالی است که کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال تاجیکستان میگه تنها در 5 ماه اول امسال بیش از 12,000 سوبیکت صاحبکاری برهم داده شده است. منظور سال 2018 است. هرچند آژانسی آمار سبب‌های قطعی فعالیت صاحبکاران را شرح نداده است، در گذشته بعضی آنها چنین تصمیم خود را به درآمد کم، اندازه زیاد، سنجش‌های پیوسته و درصد بلند قرض بانکی ربط داده بودند. در گذشته مقامات چنین ایده‌ها را البته رد کردند. خب با همکاران ما در این زمینه یک گزارش آماده کردند و پیشنهاد دارم که آن را در برنامه خبری با هم ببینیم. سبب مرگ از بیماری جگر بود. پزشکان بیمارستان شهر خوجند که فیض‌نسا واحد و ادوکات شناخته توجیه قبل از فوتش از جمله در آنجا استراحت گرفته بود میگویند او از خروج بیماری جگر درگذشت. به قول پزشکان درد جگر فیض‌نسا واحد و مزمن شده بود و سرماخوردگی باعث اوج بیماری گشت. یادآور میشوم که وکیل دفاع شناخته در سن 55 سالگی شب 3 ینور درگذشت نخست سبب فوت بیماری پنیومونیا عنوان میشد و این گونه گفتگوهای پزشکان در شبکه‌های اجتماعی و آنهایی که فیض‌نسا واحد را میشناختند بعضی سوالها را هم ایجاد کرده بود. خب در این باره نیز ما در برنامه خبری با شما صحبت خواهیم کرد.
و 90 دختری یتیم مسلمان صاحب شوهر شدند. توی اموی در کجا گذشت و سرپرستان برای کیرا کردن بهترین تالار چی مقدار مبلغ رو صرف کردند در برنامه برایتان تفصیلات میدیم. فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب برنامه پیشنهادی شما می شود و البته شما ما را میتونید مستقیما بازم در www.azadi.org که وبسایت رسمی رادیو آزادی است تماشا کنید و اگر پخش مستقیم رو نتوانستید ببینید بکنید ثبت اون رو ما بعد از چند لحظه دیگر بعد از به اتمام رسیدن برنامه خبری منظورم در شبکه‌های اجتماعی که آنجا ما صفحه های رسمی خود رو داریم میگذاریم تا اینکه شما از برنامه خبری بخبر نباشید. برای همراهیتان تشکر و تا ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر.